بعضی گروه ها معروف میشن چون زیاد دیده میشن، کنسرت میدن، مصاحبه میکنن و هر روز توی رسانه ها هستن. اما بعضی از گروه ها فقط با یک آلبوم، با یک صدا و با یک چهره‌ای که هیچ وقت درست دیده نشده تبدیل میشن به یکی از عجیب‌ترین اسم‌ها توی سبک خودشون. اینجا چنل گیتار ریجه. من درباره موزیک متال، سبک‌های مختلفش و گروه‌های اون و کلا هر چیزی که به موزیک متال ربط داشته باشه ویدیو می‌سازم. اگر که به این محتوا فکر می‌کنید که علاقه دارید، چنل منو سابسکرایب کن. در سال 1995 و در کشور سوئد، آندریاس کاسادو که یک گیتاریست و یک بیسیست بود، تصمیم میگیره که یک پروژه انفرادی رو راه اندازی کنه. این پروژه بعدها به گروه سایلنسر شناخته میشه. آندریاس برای خودش یک اسم مستعار هم انتخاب میکنه به اسم لیره که به معنی خلا هست. در این مرحله سایلنسر هنوز به یک گروه تبدیل نشده و هنوز یک پروژه انفرادیه و فقط آندریاس توی اون حضور داره. در سال 1998 یک نفر به این پروژه اضافه میشه، ناتران. ناتران به عنوان وکالیست و ترانه‌سرای بند به این گروه اضافه میشه و از اینجا به بعد، یعنی از سال 1998، گروه به یک گروه 2 نفره تبدیل میشه و سایلنسر از اینجا شکل میگیره. اما درباره ناتران اطلاعات خیلی کمی وجود داره. اسم واقعیش که تایید نشده. در رابطه با سال تولدش هم اطلاعات ضد و نقیضی وجود داره. بعضی از منابع میگن در سال 1975 متولد شده، توی بعضی منابع دیگه گفتن 1977 و حتی گفته میشه که در شهر مارکارید منطقه اسمالند سوئد هم به دنیا آمده، ولی باز این اطلاعات هم قطعی نیست. در اواخر سال 1998 سایلنسر اولین کار رسمی خودش رو ضبط میکنه، یک دمو که در واقع شامل یک ترک 11 دقیقه‌ایه به اسم Death Pierce Me. برای ضبط این دمو یک درامر سشن هم به اونها کمک میکنه به اسم جوناس مدسون. درامر سشن یعنی در واقع عضو رسمی این گروه نبوده و فقط برای این کار باهاشون همکاری کرد. در سال 2000 سایلنسر ضبط اولین آلبومش رو شروع میکنه. جلسات این ضبط شامل 3 نفره، ناتران، آندریاس کاسادو و یک درامر دیگه که اسمش استیو وولزه. استیو وولز درامر مهمیه چون که توی گروه‌های مثل بتلهم و ایمپری هم فعالیت داشته. سال 2001 آلبوم سایلنسر منتشر میشه. این آلبوم که اسمش Death Pierce Me هست توسط یک لیبل بین‌المللی در کشور آلمان منتشر میشه. گفتن این جمله خیلی سخت بود واقعا. اما نکته جالب اینه که بعد از انتشار این آلبوم گروه سایلنسر هیچ اجرا یا مصاحبه‌ای انجام نمیده و در واقع هیچ وقت این آلبوم به صورت زنده روی استیج اجرا نمیشه. هیچ حضور رسانه‌ای و واضحی از اعضای این بند تا الان وجود نداره. بعد از انتشار آلبوم هم گروه عملاً تمام میشه و فعالیتش استاپ میشه. یکی از اصلی‌ترین چیزهایی که باعث شده گروه سایلنسر خیلی معروف و محبوب بشه با وجود اینکه یک آلبوم بیشتر نداره، صدای وکال ناترانه. ناتران از یه سبک خیلی عجیب و افراطی برای اجرای وکالش استفاده میکنه. جیغ‌های خیلی زیر، اجرای خشن و غیر معمولی. و یه سری شایعه ها وجود داره که حالا من دقیقا نمیدونم شایعه هستن یا واقعا همچین چیزی بوده، اما میگن که برای اینکه این وکال ها دارک تر بشه و اجراها ترسناک تر بشه، ناتران حین ضبط به خودش آسیب میزده. دلیل اینکه این حرف هیچ وقت ثابت نشد چون که به هیچ سند رسمی برش وجود نداره، از این ناتران هیچ وقت درباره‌اش صحبت نکردن و این حرف هم سالهای سال بین فن‌های بند سایلنسر باقی مونده. سایلنسر هیچ وقت تصویر مشخصی از خودش یا اعضاش منتشر نکرده. در واقع این گروه چهره خاصی نداره و به خصوص وکالیستشون ناتران که حتی هیچ کس نمیدونه اسم واقعیش چیه، کی هست و چه شکلیه. اما خب یک ترک از آلبوم Death Pierce Me هست به اسم Sterile Nails and Thunderbolts که براش یک ویدیو درست کردن خود این گروه و ویدیو هم در واقع از یه سری صحنه ها و فوتج های فیلم ترسناک آمریکایی بیگاتن استفاده میکنه.
بیگاتن یک فیلم تجربی اکسپریمنتاله که سیاه‌وسفید، دیالوگ نداره و کل فیلم در واقع به صورت نمادین و سورئال ساخته شده. اگر بخوام درباره داستان فیلم بیگاتن، این فیلم ترسای آمریکایی براتون توضیح بدم، فیلم در واقع داستان خاصی نداره و به صورت کلی درباره تولد، مرگ و چرخه زندگی انسان‌ها ساخته شده و از این سری تصاویر خشن و دارک هم برای انتقال حسش به مخاطب استفاده میکنه. حالا ارتباطش هم با ترک استرلینز ثاندربولز اینه که جفتشون فضاهای خشنی دارن، یه خورده فضاشون پوچه، کلا در کلیت انسان ها رو سری سوال میبرن و به خاطر همین اینجوری به نظر میاد که ترک بعد سایلنسر یه جورایی پسندیده صوتی برای این فوتج ها و این فیلم هست. حتی یک قسمت از این ترک هم میگه Masked souls and inhumans eaten by infected jaws, abandoned minds and corpses lurking with molded eyes. و این میتونه اشاره‌ای داشته باشه به یه سری موجوداتی که توی فیلم توسط مادر ارث ساخته میشه. ببینید داستان این فیلمه به این صورته که من خودم فیلمو ندیدم، ولی داستانش به این صورته که یک موجود الهی مانند مثل خدا یا گاد یا همچین چیزی به زمین سقوط میکنه و فکر میکنم که میمیره و بعد مادر ارث از این اتفاق میاد استفاده میکنه و یک سری موجودات جدیدی رو به وجود میاره که حالا lurking with molded eyes میتونه به همین موضوع اشاره داشته باشه که این موجودات غیر انسانی هستن و روح و درخشش توی چشماشون نیست. بعد از انتشار آلبوم یک شایعه خیلی معروف شکل میگیره. گفته میشه که ناترام وکالیست بند توی بیمارستان روانی سینت سیگفرید در شهر ویکهو بستری میشه و این بیمارستان در واقع یک مرکز روانپزشکیه، ولی خب این موضوع مثل اطلاعات دیگه که درباره بند سایلنسر وجود داره هیچ مدرک قطعی و رسمی نداره که واقعا ثابت کنه این اتفاق افتاده و خب به خاطر همین ما نمیدونیم که ناترام خودش با پای خودش رفته، داوطلبانه رفته و خودش رو بستری کرده یا اینکه مجبور شده که این کارو بکنه. ولی توی بعضی از روایت ها گفته میشه که اون تصمیم میگیره بعدها در همون شهر بمونه و همونجا زندگی کنه. در سال 2007 ناترام تصمیم میگیره که یک آلبوم منتشر بکنه، اما این بار نه با گروه سایلنسر بلکه به صورت سولو. اسم این آلبوم ترانسفورمالین هست و اسم پروژهش رو گذاشته تشخیص خطر مرگ، دایگنوز ادامه. و این کار چیز سبک دارک امبینت و نویز قرار میگیره و فضای نسبتا سنگینی داره. نکته‌ای که باعث میشه این پروژه از اهمیت بالایی برخوردار باشه واقعا اینه که توی توضیحات رسمی پروژه گفته شده که آلبوم توی مسیر ریهابیلیتیشن و بازیابی ناترام ساخته شده و احتمالاً اگر که شما به این آلبوم گوش بدین خیلی نکات زیادی رو میتونید پیدا بکنید که ممکن حتی اون شایعه ها رو ثابت بکنه که واقعا ناترام بستری شده بوده و دلیل بستری شدنش چی بوده. در سال 2011 ناترام تصمیم میگیره که از خودش یک کتاب منتشر بکنه به اسم گریس یارتا که معنیش میشه پیگز هارت و اون در این کتاب یه سری شعرهایی رو منتشر میکنه که خودش نوشته بوده و عکسایی هم از خودش میذاره که چیزی ازش مشخص نیست و توی اکثر اونها چهره خودش رو با یک بانداژ پوشونده. حالا ممکنه براتون سوال بشه که بعد از پایان کار گروه سایلنسر بقیه اعضا یعنی آندریاس کاسادو چی میشن؟ آندریاس در سال 2005 بین 2005 و 2006 به بند شاینینگ عضو میشه و اونجا فعالیتش رو ادامه میده. اما خب متاسفانه فعالیتش توی اون گروه هم بیشتر از یک سال ادامه پیدا نمیکنه و توی سال 2006 تموم میشه. حالا سوال اینجاست که اعضای اصلی بند سایلنسر الان کجا؟ در نهایت در سال 2025 درباره ناترام هیچ اطلاعات قطعی و تایید شده‌ای وجود نداره و از اونجایی که هیچ مصاحبه یا هیچ حضور رسمی یا اجرای زنده‌ای هم نداشته ما واقعا نمیدونیم که الان قصد داره اصلا فعالیتش رو توی موسیقی ادامه بده یا نه و اینکه حال روحیش واقعا توی چه وضعیتیه. و درباره آندریاس کاسادو هم بعد از فعالیتش توی بند شاینینگ که میشه سال 2006 اطلاعات به خصوص دیگه منتشر نشده و ما حتی نمیدونیم که اون الان داره چیکار میکنه. سایلنسر
فقط یک آلبوم، فقط یک دمو داشت، ولی تبدیل شد به یکی از مهمترین بندها توی ژانر DSBM. شاید به خاطر موسیقیش باشه، یا شاید هم به خاطر صداهایی که ناترام توی وکالش اجرا میکرد، ولی خیلی چیزها واقعا هیچ وقت روشن نشد. اگر که این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و نظرتون رو برام بنویسید. اگر که هم دوست داشتید ویدیوهای بیشتری از من ببینید کانال رو سابسکرایب کنید.